دروغی که از بچگی بهت گفتن اینه که آدم خوب بودن باعث آزادی میشه. اما واقعیت اینه که خیلی وقتها چیزی که بهش میگی فضیلت یا برتری در واقع یک روش شیک و قشنگ برای فرمانبرداریه. از وقتی چشم باز کردی یاد گرفتی که راضی نگه داشتن بقیه مهمه. وقتی کوتاه می اومدی تشویقت کردن. وقتی خودت بودی و برخلاف انتظارشون رفتار کردی تنبیه شدی. یاد گرفتی که درست یعنی خودتو قربانی کنی، سکوت کنی، خودتو کوچیک کنی. یاد گرفتی که با وقار یعنی فقط خدمت کنی، حقیقت خودتو قورت بدی، سرتو بندازی پایین و اسمشو بذاری تواضع. کم کم یاد گرفتی به این کار افتخارم بکنی. ترس از حرف زدن رو اسمشو بذاری شخصیت، نتونستن نگفتن رو بذاری مهربونی. دنیا عاشق آدمای اینجوریه، عاشق آدمای مطیع. جامعه برای کسایی احترام قائله که قانون رو مو به مو اجرا میکنن، خودشونو وفق میدن، تکرار میکنن. ولی از کسایی که جرأت ساختن راه خودشونو دارن میترسه. نیچه میگه طبیعت بهت آسایش نمیده، پرتت میکنه وسط پرتگاه. بهت نمیگه چی درسته، مجبورت میکنه بپرسی اصلاً چرا فکر میکنم این درسته. وقتی چنین گفت زرتوش رو میخونی، در واقع کتابشو داری، کتاب فلسفه خوش نمیخونی، داری صدایی رو میشنوی که همه تصوراتت از فضیلت، اخلاق و فداکاری رو میسوزونه. این حرفها شاید مثل آینه‌ای باشه که دوست نداشته باشی توش نگاه کنی، ولی لازمه. چون ممکنه کل زندگیت رو در تلاش برای آدم خوب بودن گذرونده باشی، اما در واقع توی یک بازی بودی. اونقدر خودتو با انتظارات بقیه وفق دادی که یادت رفته واقعا کی هستی. این حرف دفاع از خودخواهی و بی‌ادبی نیست، اینو یادت باشه. بحث یه چیز عمیق‌تره. اصالت، قدرت، زندگی کردن بر اساس خودت، نه انتظارات دیگران. و اون چیزی که بهش میگی فضیلت یا برتری شاید فقط عادت به کوچیک کردن خودت باشه، پنهان شدن پشت چیزی که اجتماع قبول داره، تظاهر به نجابت، وقتی در واقع فقط ترسیدی. اشکالش چیه؟ این که در اعماق وجودت میدونی یه چیزی تو وجودت هست که میخواد منفجر بشه، حرفشو بزنه، با شدت و حقیقت زندگی کنه، ولی تو نمیذاری، جلوشو میگیری، یخ میزنی، چون یاد گرفتی که این بده، این خودخواهیه، این خطرناکه. طبیعت توی چشت نگاه میکنه و میگه باشه، پس بذار خطرناک باشه. برتری واقعی اونی نیست که تو قالب جا بشه، اونیه که از قالب بزنه بیرون. اونی نیست که قانون رو دنبال کنه، اونه که قانون جدید میسازه. پس دیگه خم نشو جلوی دنیایی که نمیدونه تو چه قدرتی داری. وقتش همه چی رو زیر سوال ببری.